سلام، برنامه اخباری تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. من زرنگزی نوروزشاه. امروز 31 می است و توجه کنید به سرخطی موضوعهای امروز. وزارت کارهای داخلی میگوید در عملیات روز 31 می در ناحیه روشان 5 نفر کشته و 1 نفر بازداشت شده است. مقامداران اوکراینی به افراد فریفته ترغیبات شناسنامه و روبل روسیه هشدار می‌دهند که خیانت به وطن جوابگری دارد. بعد آزاد کردن خرسان آنها حکم ابد خواهند گرفت. و سفر هنرمندان سمرقند بعد از 40 سال بعد دوشنبه شام دوستی هنرمندان دو کشور با امضای شرطنامه همکاری جنببست شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز از انجامی به گفته‌اش عملیات ضد تروریستی در بلندکوه‌های دهه دیرزود ناحیه روشان خبر داد که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 1 نفر دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی از کشته شده‌های یادگار غلام حیدرов، علیشیر پوچویف، حبیب مولودودوف، جنبگیبک شیخبورов و داخونده پالایف نام برده آنها را اعضای گروه متشکل جنایتی معرفی کرده است. شخصانی بازداشت شده از نفری بازداشت شده قل محمد پالایف نام برده می شود که نیز ساکن ناحیه روشان بوده است. این خبر در حالی است که حامیان حقوق و فعالان روشان گفتند آنهایی که چون جنایتکار و اعضای گروه تروریستی معرفی شدند ساکنان ملکی این ناحیه هستند و هیچگاه سلاح نداشتند. همکارم خیرامان بقازاده که حالا با ما در استودیو است این خبر و تحولات دیگری وضع در ناحیه روشان را پیگیری کرده است. خیرامان، آیا درباره جزئیات عملیات امروزه چیها گفته می شود؟ در خبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زرانگیز روز 31 می درباره نتیجه های به قول مقامات یک عملیات ضد تروریستی خبر داده گفته شده است که نفران کشته و بازداشت شده همه ساکنان دهه‌های دیرزود و ومری ناحیه روشان بودند و از 18 می به این سو مورد جستجو قرار داشتند. مقامات روز 30 می اسم این نفران را در میان 10 شخص مورد جستجو یاد کرده بودند. ولی در حادثه های 2 هفته پیش در پی اعتراض های ساکنان ناحیه روشان از ارسال نیرو به خاروخ که این شهر شاهد زد و خوردهای خادمان حفظ قانون و گروه ساکنان محلی از بیمیلی مقامات به تحقیق حادثه های نویبر پارسال شده است، حامیان حقوقی نفران را ساکنان ملکی به سلاح نامیده بودند. در جزئیات حادثه صبح امروز وزارت میگوید جای عملیات در فاصله 1 کیلومتری از سرحد افغانستان در بلندی 2800 متر در سطح بحر بود و در اینجا مقدار معینی سلاح از جمله یک سلاح شکاری، پولومت کلاشنیکوف، یک گرانتومت، 5 نارنجک و 4 اتومات کلاشنیکوف آشکار شده است. مقامات می‌نویسند که این گروه دعوت‌های به تکرار آنها برای تسلیم شدن را نادیده گرفته از پیگرد مقامات پنهان می‌شدند. مقامات این نفران را در حمله به کاروان автомашинаҳои خدمتچیان واحد تعیینات مخصوص ضد تروریستی الفا کمیته دولتی امنیتی ملی گناهکار کردند که با گفته‌شان باعث کشته شدن یک افسر و جراحت وزنین 13 خدمتچی حربی گردیده است. به حساب های حامیان حقوق نکمتر از 20 ساکن ملکی روشان هم در حادثه های 16 تا 18 می کشته و بیش از 100 نفر بازداشت شدند. به هر حال سنجیدن درستی خبر مقامات برای خبرنگاران رادیوی آزادی با سبب نبود دسترسی به اینترنت یا قطع بودن خط ارتباط تلفنی با روشان فعلا مشکل است. در ضمن بنا به اطلاع دیگر در شهر خاروخ هم مقامات یک اعضای دیگری گروه جمعیتی کمیسیه 44 را بازداشت کردند. این گروه قرار بود همراه با خادمان حفظ قانون در تحقیق خشونت‌های نویبر پارسال اشتراک میکرد. از اینجا چه خبر است خیرامان؟ از خاروخ که مثل دیگر منطقه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در انزوای اطلاعاتی و به اینترنتی به سر میبرد، به هر حال خبری بازداشت منوچهر خالق نظرов مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و عضو کمیسیه 44 به دست رادیوی آزادی رسید. مقامات او را به عضویت در اتحادیه جنایتی متهم کردند. نظر خالق نظرов هنوز دسترس نیست و هم روشن نیست که خود او با وکیل دفاع تامین شده است یا نه. ولی دو منبع مستقل رادیوی آزادی گفتند منوچهر خالق نظرов هفته گذشته در شهر خاروخ بازداشت شده است. به گفته یک منبع با اعتماد علیه خالق نظرов با اتهام اشتراک در اتحادیه جنایتی پرونده باز شده است که از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات درباره بازداشت
بازداشت خالق نظرف و دیگر اعضای کمیسیون 44 که عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود رسما شرح ندادند و منابع رادیوی آزادی گفتند منوچهر خالق نظرف همراه با دیگر اعضایان کمیسیون 44 آخر هفته گذشته اول به بازپرسی دعوت و سپس بازداشت شده است و به این ترتیب تا حال بازداشت 4 عضو این گروه از جمله حقوقشناس و مدعی کرسی پرزیدنتی فراموز ارگاشف، برادر الفت خانم محمد شایف بازداشت شده خورسند محمد شایف، یک فعال محلی مظفر مبارک شایف، این خبرها تصدیق شدند و به دست ما رسیدند. اتهام آنها چی بوده است خیرمان؟ طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی مقامات اعضایان کمیسیون 44 را به گرفتن مبلغ از سازمانی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان گمان بر می‌دانند، اما خالق نظرف و دیگر اعضای کمیسیون 44 در بازپرسی‌های اولیه این اتهامات را رد کردند. تشکر خیرامان بقازاده درباره عملیات اخیری به قول مقامات ضد تروریستی خبر میداد. ضمناً شرکت‌داران اعتراضهای اخیر خاروق و ریشان بارها اصرار ورزیدند که اعتراض آنها آسایشته است. همچنین سازمان‌های بین المللی حامی حقوق استفاده از زور و فشار به اعتراضگران را محکوم نموده گفتند به استفاده اصطلاح گروه‌های متشکل جنایتکار موافق نیستند. و بیننده عزیز، موضوع صحبت برنامه نوبتی گپی آزاد در رادیوی آزادی هم سبب‌های سرزدن ناامنی در بدخشان است. همکاران ما با صحبت سیفالله سفرов، پروفسور سیاستشناس و شیرعلی غلامعلیov، پژوهشگر دانشگاه سوگوبای ژاپن و زاده بدخشان را به برنامه دعوت کردند. پاره از آن بحث را حالا همراه می‌بینیم. من آنها را تروریست نمیگویم چون که اونها تفکیش‌ها با وجود نآوردند، لیکن آنها را همچون جنایتکار میگویم برای آنکه از پشت الفت خانم رفتند. الفت خانم با محمد باقر آنها را خرید. آنهایی که خریده شدند و در مقابل منفعت دولت و ملتشان میایستند، آنها را حتما جنایتکار نامیدن لازم، دیگر نام ندارند. محترم شیرعلی غلامعلیov، نظر شما چی است؟ مرحبا. نظری منم چنین است که در بدخشان یعنی عموما در مردم پامیر در تاریخ تروریست نبوده است. متاسفانه چخیل که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا یعنی دیگر شکل دیگر را گرفته است. چخیل که مثلا روسیه به اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم همونی است که یگان ترکیش و یگان سوی قصد به جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار گوید. ببینید اینجا کاربران رادیو آزادی سوال میگذارن که چرا مقامات یک دسته شهروندان را جنایتکار می‌دانند. همین مسئله که حال شما شیرعلی گفته در نواری که سیفالله سفرov ذکر کردن شکست فتنه هم دیدیم که همین خیلی نام برده شدن. مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیفالله سفرov شما. جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود. شخصا من خودم که آنها هم قشلاقی من رو پرانند. برنامه ساعت 8 سحر به وقت دوشنبه و ساعت 6 به وقت مسکو در وبسایت azadi.org، در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. نیروهای روسیه در منطقه‌های تصرف شده اوکراین به تشویق و روسی‌کنانی اهالی شروع کردند. در این منطقه‌ها در برابر نمایش برنامه‌های تلویزیونی روسیه از طریق مانیتورهای بزرگ، مقامات اشغالگر تقدیم امتیازناک شهروندی روسیه را پیشنهاد کردند و همچنین معاملات روبل روسی را به راه ماندند. ولی منصبداران اوکراینی به شهروندانی که شناسنامه خود را عوض می‌کنند هشدار می‌دهند که خیانت به وطن جزای سخت خواهد داشت. کیومرث عطا در این باره گزارش می‌دهد. نصب اکران‌های بزرگ و پیشنهاد شناسنامه روسی کنانی اهالی در منطقه‌های اشغال شده اوکراین به همین طرز ادامه دارد.
2022 считать товарооборот, вероятно, будут уже в рублях. در شهر ماریوپول در ماشین‌های بارکش اکران نصب کرده و به ساکنان برنامه‌های ترغیباتی رسانه‌های روسیه را نمایش می‌دهند. همچنین در این شهر در نزد نقطه‌های تقسیم کمک‌های بشردوستانه و آب 12 مانیتور بزرگ گذاشته شده است که نیز فقط شبکه‌های روسیه را نمایش می‌دهند. در دوره تعطیل تابستان هم در این مکتب‌ها در اینجا برای کودکان باز می‌ماند. دوام 3 ماه خوانندگان اوکراینی را برای تحصیل بر اساس برنامه تعلیمی روسیه آماده می‌کنند. قرار است به آنها درس‌های زبان و ادبیات روس و تاریخ روسیه آموزانده شود. بیش از 50 آموزگار برای کار در دوره تعطیل راضی شدند. کرمل با تصویب یک سند پیشنهاد شناسنامه روسی به ساکنان منطقه‌های اشغال شده از طرف روسیه را در اوکراین آسان کرد. اما به گفته سرگئی خلن، وکیل شورای ولایتی خرسون، ساکنان این قسمت اشغال شده نمی توانند در شهر خود سندهای روسیه را بگیرند. پیشنهاد شناسنامه روسی در قرم اشغال شده صورت میگیرد، یعنی خواهشمندان از خرسان تصرف شده باید به قرم رفته شناسنامه روسی بگیرند. آنجا یک گروه خردی هستند که با ماموریت و نظامیان اشغالگر همکاری دارند و احتمال شناسنامه روسی را میگیرند، ولی با همین بعد آزاد کردن خرسان آنها حکم ابد خواهند گرفت. خرید و فروش در منطقه اشغال شده با روبل روسی به راه مانده شده است. مقامات اشغالگر روسیه می‌خواهند ساکنان سیمکارت‌های شرکت‌های موبیلی روسیه را بگیرند. در اینجا مردم برای خریدن سیمکارت‌های روسی در نوبت ایستادند. این سیمکارت‌ها با رقم +7 شروع می‌شود. طریق آن زنگ به روسیه همگی 5 سنت ارزش دارد، اما هر دقیقه زنگ به اوکراین اکنون 35 سنت حساب می شود. برنامه را ادامه می دهیم. روز یکشنبه در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در شهر دوشنبه شام دوستی هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان برپا شد. تفصیلات در گزارش همکارانمان سرویناز روح‌الله و اسکندر فیروز. بعد از فاصله 40 ساله هنرمندان سمرقند دوباره مهمانی دوشنبه شدند. طول یک هفته در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی هنرمندان ازبکستانی برنامه‌های مختلف فرهنگی خود را پیشکش تماشابینان تاجیک نمودند. در برنامه فرهنگی شام دوستی که در جنبست این سفر برگزار شد، هنرمندان هر دو کشور برآمد نمودند. قبل از شام دوستی میان تئاتر موسیقی و دراموی سمرقند و تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان برای 5 سال آینده سازشنامه همکاری امضا شد. اخیراً در ساختار تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان بخش آموزش هنرمندان جوان در بخش بالت به کار آغاز کرد که آن را یک متخصص ایتالیایی رهبری می‌کند. قرار شد که در آینده هنرمندان جوان تئاتر سمرقند می‌توانند در این آموزشگاه صنعت خود را صیقل دهند. مسئولان تئاتر سمرقند میگویند از این به بعد هنرمندان ازبک و تاجیک میتوانند در هر وقت دلخواه به شهرهای همدیگر سفرهای هنری انجام دهند. طبق این سازشنامه ما می توانیم هر ماه و یا هر 3 ماه یک مرتبه به شهرهای همدیگر سفرهای هنری داشته باشیم. گذشته از این توافق شد که تئاترهای ما می توانند ضمن تهیه نمایشنامه‌های خود از ظرفیت هنرمندان و کارگردان‌های همدیگر استفاده کنند. تئاتر orqali ko'rsatmoqchimiz. برنامه را اینجا به پایان میبریم. تشکر از همراهی بیننده عزیز. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر و یوتیوب پیگیری کنید. خدا نگهدار شما.